دادگاه نویه خراسان ولایت ختلان ساکن این نویه را در سوءقصد به جان همسر جوان 24 سالش شهنازه رسولووا گناهکار شناخته به 11 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان روز 23 دکامبر سال 2022 با نشر برخی تفصیلات این پرونده خبر داد که در رفت تفتیشات پیشکی و مرافعه سودی معین کرده شده است که موسیدین و سراج‌الدین که از ازدواج با ساکن نویه خراسان رسولووا شهنازه سال تولدش 1998 دو فرزند داشت. از روی رشک در نزد خود مقصد از حیات محروم نمودن همسرش را گذاشته شب 24 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 22:30 به منزل استقامتی والدان همسرش واقع در جماعت هلالی وارد گردیده است و از بالای کت اولی کارد آشخانگی را گرفته در یکی از حجره‌های منزل استقامتی پنهان شده است. خود محکوم شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فریضه تفتیشات سراج‌الدین موسیدینوف در آن حجره تا صبح منتظر ایستاده است و صبح 25 آگوست ساعت 9 هنگام به کارهای خانه مشغول شدن همسرش از نبودن دیگر اعضای خانواده استفاده برده رسولووا شهنازه را داشته به داخل حجره درآورده است و با کارد در دستش بوده به عضوهای حیاتاً مهم بدن او زده است. شهنازه رسولووا از شدت درد داد و فغان برداشته است و سراج‌الدین موسیدینوف از این ترسیده از جای حادثه غیب شده است. شهنازه رسولووا را با زخم‌های زیاد کارد به بیمارستان انتقال دادند و طبیبان توانستند با شرافت سر وقت رساندن یاری طبی او را از مرگ نجات دهند. دادگاه نویه خراسان سراج‌الدین موسیدینوف را بر اساس قسم 3 ماده 32 قسم 1 ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در سوءقصد به جان همسرش گناهکار شناخته به 11 سال محبس نظامش سخت محکوم کرده است. درباره سبب‌های مناقشه اولیه‌ای که به چنین فرجام خونین آورد در اطلاعیه دادستانی چیزی گفته نشده است.